جمعگل در اداره دولتی بایتاری 14 سال کار کرده است. او تجربه بای دارد و میتواند هم ایم کند و هم جراحی دشوارترین را انجام بدهد. جمعگل میگوید از بین همه همکاران او یگانه نفر است که در کلینیک خصوصی جای کار یافت. قبل از بسته شدن اداره دولتی بایتاری همه خادمان از سنجش و یا اتستاسیون گذشته بودند، ولی حالا همه آنها که 10 نفرند بیکار ماندند. بعد اتستاسیون های اعلام کردن که شما مثال گذشته ایامی اتستاسیون 15.5 بال گرفته گفته اعلام کردن، بعد وای گرفتن ما را ایامی جای کار مثال خالی کردن که شتات نداری، شتاتی وترینری. صاحبان حیوانات خانگی در تاجیکستان از بسته شدن اداره دولتی بایتاری ناراضی اند. آنها تا این مدت امکان داشتند بایتاران را به خانه نیز دعوت کنند. بایتاران نیز بدون اجازت جرأت فعالیت را ندارند. خیلی باشه با ساز مثال وقتی وام نجات میوه مثال ساز میشوه شفا میوه مثال ما هم خرسان میشیم مثال ما حیوانات میاد گناه نمیشه ده. بعد برهم خوردن اداره دولتی بایتاری تبابت و از بیماری های هاری رایگان ایم کردن حیوانات خانگی زیر سوال رفت. متخصصان میگویند چون این وضعیت میتواند پیامدهای ناگوار داشته باشد. در همه کشورهای متمدن اداره دولتی بایتاری موجود است. مثلا در تابعیت وزارت کشاورزی. اگر این نهاد نباشد خدای نکرده یگان بیماری خروج کند کی جواب میگوید؟ کلینیک یگانه خصوصی توان خدمت رسانی به تمام ساکنان کارافتادران ندارد. مشکل را می شود با تشکیل کلینیک های نو حل کرد، اما بایتاران بیکار مانده در این امر دستی کوتاه دارند، زیرا کمیته بخطری آذوقه‌واری که اداره دولتی بایتاری را عوض می کند تازه تأسیس یافته است و هنوز اجازتنامه نمی دهد. کارمندان سابق اداره دولتی بایتاری هم می خواهند کلینیک خصوصی تشکیل کنند. اگر چنین کلینیک ها بیشتر شود نظارت وضعیت بایتاری بهتر می گردد. بینای اداره بایتاری برهم خورده سالهای زیاد در حالت صدمه‌ای قرار داشت. از بام آن آب میچکد و فرشهایش بتونی و خنکند. اینجا شرایط درست جراحی کردن و نگهداری حیوانها را ندارد. حالا کارمندان سابق به مقامات مراجعت کرده میخواهند نه تنها کار اداره برقرار شود بلکه برای فعالیت آنها بینای نو را با شرایط سازگار جدا نمایند.